منو چسبون به در و تو گوشم گفت خیلی دلم برات تنگ شده. منم از این تشنه شدن خیلی خوشم میومد. چشامو باز کردم و با کلی وسیله رو تخت روبرو شدم. منو از خودش جدا کرد و هلم داد رو تخت. داشتم به رفتنشون نگاه میکردم که یه ماشین از یه طرفی پیدا شد و با آرمان و باران که تو بغلش بود تصادف زدم و اسمشون رو صدا کردم. دویدم سمتشون. سلام عزیزم، من شهرزادم، قصه گوی کانال قصه تو. امشبم با یه داستان واقعی در خدمتتونم. بریم سراغ داستان. داشتم توی پارک با کالسکه باران قدم میزدم که گوشیم زنگ خورد. به صفحه نگاه کردم و مثل همیشه استاد بهرام بود. تماس رو وصل کردم و صداش تو گوشم پیچید. سلام کرد و گفت مامان خوبی؟ کجایی؟ میتونی بعد از ظهر بیای پیشم؟ منم خندیدم و سلام کردم و گفتم آره حتما، چرا که نه؟ گفت پس ساعت 5 همون جای همیشگی. اونم خوشحال شد و گفت باشه عزیزم، منتظرتم، پس ساعت 5 همون جای همیشگی. تلفن رو قطع کرد چون قرار گذاشته بودم کالسکه باران رو تندتر هل دادم و سریعتر راه رفتم که زودتر برسم خونه و خودم رو واسه رفتن پیش استاد آماده کنم. بعد از 10 دقیقه رسیدم و باران رو خوابوندم. رفتم حموم و همه بدنم رو تمیز و مرتب کردم. بعد از 1 ساعت از حموم اومدم بیرون که همون موقع آرمان در خونه رو باز کرد و اومد تو. بهش سلام کردم و گفتم خوش اومدی، خسته نباشی. اونم گفت مرسی عزیزم، سلامت باشی. باران کجاست؟ ناهار آماده است؟ جواب دادم آره، ناهار رو گازه، بارانم خوابه. تو لباساتو عوض کنی، من ناهار رو میکشم بخوریم. بعدم من میخوام با دوستان برم بیرون، قرار دارم. این جمله رو که گفتم آرمان باز اخماش رفت تو هم و گفت چه خبره، هر ماه 2-3 بار با دوستات قرار داری؟ تو دیگه ازدواج کردی، بچه داری؟ اومد جلوم وایساد و گفت نگار کی میخوای دل از دوستات بکنی؟ منم عصبانی شدم و گفتم اصلا همینه که هست. خیلی ناراحتی، طلاقم بده. با این حرفم نزدیکتر شد و یه سیلی تو گوشم خوابوند. انگشتشو جلوی صورتم گرفت و گفت فقط یه بار دیگه اینو بشنوم من میدونم و تو. تا حالا تو این 1.5 سال زندگی اصلا همچین رفتاری رو از آرمان ندیده بودم. خیلی دلم شکست و زدم زیر گریه و رفتم تو اتاق. داشتم لباسامو میپوشیدم که آرمان اومد و از پشت بغلم کرد و تو گوشم گفت ببخشید، معذرت میخوام، دست خودم نبود. گفت نمیتونم به از دست دادنت فکر کنم، تو عزیزترینمی. 2 سال تو قلبم خونه داری. سعی کردم پسش بزنم ولی محکم بغلم کرد و نفساش گردنمو گرم میکرد. راستش حالمو عوض کرد. همون جور تو بغلش به سمت تخت رفتیم. مثل همیشه یه رابطه آروم و رمانتیک با هم داشت. بعد از خستگی کنار هم افتادیم و روی تخت دراز کشیدیم. اما آرمان نمیدونست من رابطه خشن و بیشتر از رمانتیک دوست دارم. به خاطر همینم بود که هنوز با استاد بهرام در ارتباط بودم. وقتی آرمان خوابید از کنارش بلند شدم و رفتم حموم. سری دوش گرفتم و اومدم بیرون، موهامو بافتم و یه لباس قشنگ پوشیدم و آماده شدم. از خونه زدم بیرون و به بهرام زنگ زدم. گفت تو کافه همیشگی منتظرمه. تاکسی گرفتم و 45 دقیقه بعد رسیدم کافه. وارد کافه شدم و بهرامو پشت یه میز دیدم. رفتم سمتش و دستمو گذاشتم رو شونش. بلند شد بغلم کرد و سلام احوال پرسی کردیم و گفت بشین. مثل همیشه بستنی شکلاتی؟ خندیدم و گفتم آره. سفارشمون رو دادیم و مشغول حرف زدن شدیم. چند دقیقه بعد گارسون سفارش رو آورد و 1 ساعتی با هم حرف زدیم و وقت گذروندیم. بعد بهرام گفت حالا وقتشه بریم خونه. خیلی دلم برات تنگ شده. بلند شد و میزو حساب کرد. با هم به سمت ماشینش رفتیم. وقتی نشستیم بهرام نزدیکم شد و بوسید منو. گفت خیلی دلم برات تنگ شده. امروز قراره یه روز هیجانی و پر لذت رو داشته باشی. بعد عقب رفت و ماشین رو روشن کرد و راه افتادیم.
راستش تو راه به اتفاقایی که ممکن بود بینمون بیفته فکر میکردم. هم میترسیدم هم خود به خود هیجانی میشدم. بعد 1 ساعت به خونه بهرام رسیدیم. بهرام رفت ماشین رو پارک کنه، من کلیدو برداشتم و رفتم در رو باز کردم. داشتم وارد خونه می شدم که بهرام پشت سرم اومد. هنوز کفشامو در نیاورده بودم که در رو بست. منو چسبون به در و تو گوشم گفت خیلی دلم برات تنگ شده بود. داشتم هیجانی می شدم که ازم جدا شد و رفت تو خونه. یه لحظه حسم پرید ولی مدلش همین بود دیگه. میومد منو هیجانی میکرد و بعد ولم میکرد و میرفت. منم از این تشنه شدن خیلی خوشم میومد. کفشامو در آوردم و رفتم تو خونه. هرچی صداش زدم چیزی نشنیدم. یهو دستاش رو چشام اومد و گفت تا نگفتم چشاتو باز نمی کنی یا؟ همراهم بیا. گفتم باشه. بعد 1-2 دقیقه که فکر کنم به اتاقش رسیدیم دستاشو برداشت و گفت حالا چشاتو باز کن. چشامو باز کردم و با کلی وسیله رو تخت روبرو شدم. ذوق کردم و پریدم بغل بهرام. ولی تو گوشم گفت فکر نکنم تا چند دقیقه دیگه این ذوق تو ببینم. منو از خودش جدا کرد و هلم داد رو تخت. افتاد به جونم و نگم براتون. اون روز من و بهرام مثل همیشه یه رابطه هیجانی و سرسخت با هم داشتیم. بالاخره بعد از کلی صبر هر دومون به اوج رسیدیم و خوابمون برد. با زنگ گوشیم بیدار شدم، بهرامم بیدار شد. آرمان پشت خط بود که تماس رو وصل کردم. صدای دادش تو گوشم پیچید که ساعت 11 شبه. تو یه بچه 1 ساله داری که باید کنارش باشی. 6 ساعت از خونه رفتی بیرون و هیچ خبری ازت نیست. چند بار زنگ زدم و جواب ندادی. کجایی که حتی نمیتونی تلفن رو جواب بدی؟ دهنم از شنیدن ساعت 11 باز مونده بود. گفتم باشه الان میام و قطع کردم. سریع با بهرام آماده شدیم و از خونه زدم بیرون. نزدیکای پارک صبحگاهی بهرام نگه داشت و از ماشین پیاده شدیم. جلوی ماشین همو بغل کردیم و خداحافظی کردیم. برگشتم و دیدم آرمان با باران تو بغلش 1 متر با ما فاصله دارن. با خشم نگام میکرد. دیگه هیچ راه برگشتی نداشتم. خب عزیزای دلم، ممنون که تا اینجای داستان همراهم بودین. فکر میکنین آخرش چی میشه؟ این ویدیو رو لایک کن و منو سابسکرایب کن. بریم برای ادامه داستان. آرمان ما رو دید و به سمتمون اومد. یه پوزخند به بهرام زد و گفت به به آقا بهرام، استاد عزیز، چطوری؟ نگار خانم با استاد خوش گذشت؟ بعد شروع کرد به عربده زدن و گفت از کی با اینی؟ چند وقت سرم کلا میذاری کثافت؟ چرا وقتی دوستم نداشتی نگفتی تو گم و گورشم؟ حالا من با این بچه و این زندگی چی کار کنم؟ همین جور داد میزد و حرف میزد. شدت گریه باران از صداش بیشتر میشد. بهرام با جذبه‌ای که داشت رفت سمت آرمان، ولی آرمان با دست آزادش هلش داد و گفت مردی که دستت به من و دخترم بخوره من میدونم و تو. بهرام گفت باشه دست نمیزنم، ولی بچه رو بده به مادرش، شیرش بده تا آروم شه، بعد حرف میزنیم. آرمان مثل قاتل ناموسش به بهرام نگاه میکرد ولی چاره ای نداشت. بارانو داد بغلم و ازمون فاصله گرفت. بهرام در ماشین رو باز کرد و من با باران رفتم تو ماشین. نزدیک 10 دقیقه‌ای بود که با باران درگیر بودم تا خوابش ببره. گذاشتمش تو ماشین و پیاده شدم. رفتم سمت آرمان و بهرام، کنارشون نشستم و گفتم این قضیه برمیگرده به 2 سال پیش. وقتی ترم 4 بودیم و استاد هممونو انداخته بود و مجبور بودیم دوباره امتحان بدیم. فکر کنم یادت باشه چقدر از بهرام به خاطر سختگیری و بداخلاقیش بدمون میومد. منم مثل تو با بقیه فرقی نداشتم. ازش بدم میومد. یه روز تو همون روزا که میخواستم برگردم خونه، بهرام منو تو راه دید و گفت میخواد برسونتم. قبول کردم و سوار ماشینش شدم. تو ماشین فقط از درس حرف زدیم. وقتی به در خونه رسیدیم شماره‌ش رو داد و گفت هر وقت مشکل درسی داشتم تو تلگرام بپرسم تا جواب بده. شب که داشتم جزوه میخوندم به یه مشکلی خوردم و بهش پیام دادم.
2 دقیقه نشده بود که جواب داد. چون مشکل بزرگی داشتم توی درس، گفت فردا باید به آدرسی که میده برم تا توضیح بده واسم. منم روز بعد رفتم و دیدم خونه خودشه. وقتی وارد شدم دستشو رو دهنم گذاشت و منو برد تو اتاقش. بعدش هم تهدیدم کرد که به کسی نگم. هر سری هم مجبور به رابطه باهاش می شدم. البته کم کم به اون مدل رابطه معتاد شدم و واقعا نمیتونستم ترکش کنم. همون روزا بود که تو ازم خواستگاری کردی و من به اجبار خانواده‌ام قبول کردم. نمیگم دوست نداشتم، ولی من به بهرام معتاد شده بودم. رابطه من و بهرام حتی بعد ازدواجمونم ادامه داشت تا وقتی که حامله شدم و کمتر شد. ولی بعد زایمان و تموم شدن دردا دوباره به هم نزدیک شدیم و رابطمون شدت گرفت. نمیخواستم این همه بهت دروغ بگم، ولی چاره ای نداشتم. این بود همه این اتفاقا. آرمان بعد شنیدن حرفام بلند شد و گفت میدونم اعتیاد درد بدیه، ولی خیانت دردیه که درمون نمیشه. ما دیگه نسبتی با هم نداریم. تا چند وقت دیگه طلاقت میدم و بدون مشکل از هم جدا میشیم. تو هم سرپرستی باران رو به من میدی چون لیاقت مادر بودن رو نداری. نمیخوام بچه رو مثل خودت کنی. بعد حرفاش رفت باران رو از تو ماشین برداشت. دنبالش دویدم تا باران رو بگیرم، ولی نتونستم. داشتم به رفتنشون نگاه میکردم که یه ماشین از یه طرفی پیدا شد و با آرمان و باران که تو بغلش بود تصادف کرد. هر دوشون نیم متر جلوتر پرت شدن. جیغ زدم و اسمشون رو صدا کردم. دویدم سمتشون. دیدم آرمان خودشو سپر باران کرده و از سرش خون زمین رو گرفته. باران تو بغل آرمان گریه میکرد. به صورتش زدم و گفتم تو رو خدا تنهام نذار. ولی آخرین جمله‌ای که بهم گفت مراقب دخترم باش، نذار مثل تو بشه. چشاش بسته شد و نفسش رفت. تو اون لحظه دنیا برام تموم شد. بهرام اومد و بارانو از بغلم گرفت و سعی کرد آرومم کنه. ولی من دیگه هیچ درکی از دنیا نداشتم. فقط فهمیدم آمبولانس اومد و جنازه آرمانو برد. من با باران پشت یه آمبولانس رفتم. منم با باران پشت سر آمبولانس میرفتم. بیمارستان که رسیدیم جنازه آرمانو از آمبولانس در آوردن و با دیدنش از حال رفتم. چشامو که باز کردم تو بیمارستان بودم. همه اتفاقا جلوی چشم رد شد. زدم زیر گریه. پرستار اومد و گفت تسلیت میگم، غم آخرتون باشه. اگه حالتون خوبه سرومو جدا کنم. گفتم باشه حالم خوبه. سرومو جدا کرد و از اتاق زدم بیرون. بهرامو روی صندلیای راهرو دیدم. رفتم سمتش و تو بغلش گریه کردم. پرسیدم باران کجاست؟ آرمان کجاست؟ سرشو انداخت پایین و گفت باران تو بخش کودکان تحت مراقبته. آرمانم که سردخونه است. با شنیدن کلمه سردخونه تنم یخ زد و گریه‌ام شدیدتر شد. رو زمین نشستم و فقط جیغ زدم. بهرام کنارم نشست و گفت نگار من باید برم. نمیتونم با این عذاب وجدان زندگی کنم. میخوام برگردم شهرمون. امیدوارم با باران زندگی خوبی بسازی. بعد بلند شد و بدون هیچ حرفی رفت. الان 1 سال از اون ماجرا میگذره. بعد مراسم خاکسپاری آرمان با باران رفتم خونه مامانم. چند ماهی اونجا زندگی کردیم. اما بعد تونستم به خونه خودم و آرمان که به نام من بود برگردم و با باران زندگیمو شروع کنم. میدونم هر چقدر بگذره عذاب وجدان اون اتفاق و حرف آخر آرمان یادم نمیره. این بود قصه من و اتفاقایی که باعث شد بزرگ شم و درس بزرگی بگیرم. نمیدونم شما اگه جای من بودین چی کار میکردین؟ ازتون میخوام توی کامنتو بهم کمک کنین تا به زندگی عادیم برگردم. خب عزیزای دلم ممنونم که قصه نگار رو شنیدین. راستش از خوندن زندگی نگار خیلی ناراحت شدم. اتفاقاتی که براش افتاده بود خیلی تلخ بود. هیچ کدوم از ما قاضی نیستیم که قضاوتی بکنیم. اما خوشحال میشم نظرتون رو راجع به داستان بشنوم. راستی این ویدیو رو لایک کن و منو سابسکرایب کن و زنگوله رو هم بزن.
تا از داستانای جذاب بعدیمونم زودتر از بقیه باخبر شی. راستی اگه خودت هم داستانی داری که شنیدنش به دیگران کمک میکنه حتما برام بفرست. نگران هویتت هم نباش تا داستان بعدی. خدا نگهدارت باشه.